دیدیم بعضی وقتا تو جمع یه سری افراد هستن که وقتی میخوان صحبت کنن کسی خیلی به صحبتشون اهمیت نمیده و به اصطلاح براشون تره خورد نمیکنه. اگر شما هم جز اون دسته افرادی هستید که یه همچین تجربه‌ای داشتید که تو جمع صحبت کردین کسی شما رو تحویل نگرفته یا به صحبتاتون گوش نکرده، احتمالاً یه مشکلی توی نوع صحبت کردنتون هست. توی این ویدیو قراره به یک سری از عواملی که باعث میشه نفوذ کلام شما در اطرافیانتون کم بشه بپردازیم و در ادامه راهکارهایی رو به شما بگم که بتونید قدرت کلامتون رو بهتر بکنید و این ایراد رو در خودتون برطرف بکنید. پس با من همراه باشید. سلام، من محمد تقوی هستم. اینجا چنل بیشباده. توی این چنل من سعی میکنم آموزش هایی رو در رابطه با مباحث توسعه فردی به شما ارائه بدم. توسعه فردی در چه زمینه‌ای؟ وقتی ما در مورد توسعه فردی صحبت میکنیم انواع جنبه‌های زندگی به ذهنمون میاد. مثلا توسعه فردی در راستای مالی، توسعه فردی در روابط خانوادگی، توسعه فردی مثلا در سلامتمون، همه اینا میشه توسعه فردی. ولی من اینجا آموزش های نرم یا مهارت های نرم رو به شما میگم. هر آن چیزی که به شما کمک میکنه که بتونید با دنیای پیرامونتون ارتباط بهتری رو برقرار کنید توی این چنل سعی میکنم در اختیار شما قرار بدم. منابعی رو که استفاده میکنم منابع روز علمی هست و سعی میکنم اون چیزایی رو که یاد میگیرم و در زندگیم به کار میبرم رو به شما هم بگم. بریم بپردازیم به این که چرا بعضی وقتا نفوذ کلام ما کم میشه. وقتی که نفوذ کلام ما کم میشه توی جمع خیلی مواقع به خاطر نوع صحبت کردنمون هست. یعنی نوع صحبت ما این حس رو به اطرافیانمون منتقل نمیکنه که ما آدم کاریزماتیکی هستیم یا داریم به صورت جذاب صحبت میکنیم. یکی از دلایلی که هست به خاطر اینه که غالبا تون صدای ما ایرانی ها و نوع صحبت کردنمون ضعف داره. یعنی غالبا تون صدا پایین هست و کلامی که استفاده میشه کلام ناواضحی هست. خب چرا این قضیه برای ما به وجود اومده؟ دلایل مختلف داره که الان خیلی کوتاه میخوام به این دلایل بپردازم. یه دلیلش به خاطر حمله هایی هستش که توی فلات ایران اتفاق افتاده. در تاریخ ایران خیلی اتفاق افتاده که اقوام مختلف به ایران حمله کردن، مثل اعراب، مثل مغول ها، یا قدیمتر بعد از سلسله هخامنشیان ما حمله رومی ها رو داشتیم توسط اسکندر و همه این حمله ها باعث شده که یه ترس و استرسی توی کلن مردم ایران همیشه وجود داشته و باعث می شده که کمتر آرومتر صحبت کنن همیشه. یه خیلی جالبه بدونید یکی از وجه تسمیه‌های تهران یعنی افرادی که در زیر زمین زندگی می‌کردن 350 سال پیش قبل از اینکه تهرانی‌ها یعنی به شکل شهر زندگیشون در بیاد اینجوری بوده که در زیر زمین زندگی می‌کردن به خاطر اینکه جایی بوده که خیلی در معرض حمله اقوام مختلف قرار می‌گرفته. این ترسی که درون ما ایرانی‌ها در ژنتیکمون به وجود اومده یکی از دلایلی هستش که ما آرومتر از سایر اقوام صحبت میکنیم. یکی دیگه از دلیل در فرهنگ ما هست. شما خیلی مواقع دیدید که توی توی جمع‌های خانوادگی، دوستانه، بیرون غالبا آدم‌هایی رو بیشتر میپذیرن که آدم‌های با فرهنگی‌ان، افتادن، فروتنن و نشانه این فروتنی و اینا چیه؟ آدم‌هایی که آروم صحبت میکنن، سربزیرن و تون صداشون به نسبت جمع پایین تره. یعنی مقبولیت از سمت جمع، از سمت اطرافیانمون منوط به آروم صحبت کردن ما و پایین بودن تون صدای ما هست غالباً. و یکی دیگه از مواردی که هست تربیت‌های خانوادگی هست. یعنی شما خیلی مواقع احتمالاً توی خونه ها دیدید یا به چه پسر گلی، چه دختر گلی، چقدر آروم بازی میکنه، میره تو اتاقش ساکته با اسباب بازیاش بازی میکنه. یعنی بچه خوب، بچه دوست داشتنی از دید پدر و مادر بچه‌ای هستش که کمتر جیغ میزنه، کمتر سر و صدا میکنه،
و آرومتره. همه اینا باعث شده که ما کلاً تون صدای پایینتری داشته باشیم نسبت به میانگین. یه چیزی هم خدمتتون بگم، الان که دارم این موارد رو به شما میگم دیگه دلیل بر این نمیشه که از این به بعد تو هر جمعی که رفتید شروع کنید به داد و بیداد کردن ها. نه، اصلا اینطوری نیست. شما باید بتونید تون صداتون رو تنظیم کنید نسبت به جمعی که توش هستید. میخوایم بپردازیم از این در ادامه به یه سری از تمریناتی که به شما کمک میکنه هم تون صدای بالاتری داشته باشید، هم اینکه دهانتون رو بیشتر باز کنید. یکی از دلایلی که تون صدا معمولا پایین هست به خاطر ضعیف بودن عضلات فک و صورت و زبان هست. یعنی وقتی شما دهانتون کمتر باز میشه، این قضیه باعث میشه که صدای شما کمتر در خلل و فرج سر و صورت شما میپیچه و همچنین شما کلمات رو با وضوح کمتری ادا میکنین. یعنی وقتی که شما صحبت میکنین کلامتون ناواضح هست، مثل افرادی که اینجوری صحبت میکنن: سلام، چطوری، خوبی، چه خبر، چیکار میکنی؟ این افراد دارن صحبت میکنن ولی شما متوجه کلام اینها نمیشید به خاطر اینکه دهانشون رو به اندازه کافی باز نمیکنن یا به صورت شمرده صحبت نمیکنن. این تمرینی که بهتون میگم بهتون کمک میکنه و یه سری اشتباهات رایج هم هست که متاسفانه بعضی از مدرسا اینا رو به هنرجوهاشون منتقل میکنن که من اینم بهتون میگم. یکی از اولین تمریناتی که احتمالاً تو خیلی از پیجای فن بیانی دیدین تمرین خودکار هست. این تمرین ایرادی داره. خیلی از اساتیدی که میان این تمرین رو آموزش میدن میگن که شما یه خودکار رو برمی‌دارید به این شکل توی دهنتون میذارید و شروع میکنید 1 دقیقه 2 دقیقه با وجود این خودکار تو دهنتون صحبت کردن. این تمرین از اساس ایراد داره. چرا ایراد داره؟ اولا که خودکار معمولا یه جسمی هستش که چون همش تو دست میچرخه بسیار آلوده است. آلودگی و بهداشتیشو که بزنیم کنار، قطر خودکار بسیار کم است. وقتی که شما توی دهنتون میذارید محدوده حرکتی عضلات صورت شما محدود میشه، کم میشه، چون خیلی کم دهن شما باعث میمونه. شما باید از جسمی استفاده کنید که حداقل 2.5 برابر قطر یک خودکار قطر داشته باشه. من اینجا از یک درب دارو استفاده میکنم که این رو شستم، تمیزش کردم و از این به عنوان وسیله تمرینی استفاده میکنم. وقتی این رو در داخل دهنم میذارم فک من بیشتر باز میشه و برای همین فشار بیشتری به عضلات صورتم میاد و این فشار اومدن باعث تقویت عضلات فک و صورت میشه. به این شکل: سلام، من محمد تقویم، اینجا کانال پیشواده. وقتی که یه همچین جسمی رو در داخل دهنتون قرار میدین سعی بکنید که به مدت 1 دقیقه 2 دقیقه شروع کنید صحبت کردن و بعد به خودتون استراحت بدید و این کار رو 3 بار انجام بدید. و البته یک نکته خیلی مهم، کلا این تمریناتی که دارم بهتون میدم رو سعی کنید تو خلوت انجام بدید، چون احتمالاً اگر جلوی جمع یا کسی بیاد تو اتاقتون و شما رو در حال انجام این تمرین ببینه احتمالاً فکر میکنه که یه بلایی سرتون اومده یا ذهنتون یه مشکلی براش به وجود اومده. اگر هم خواستین از خودکار استفاده کنید، خودکار رو به این شکل حتما در داخل دهنتون قرار بدید، یعنی به صورت عرضی. وقتی به صورت عرضی داخل دهنتون میذارید لب‌های شما به عقب کشیده میشه و یه مقدار فشار بیشتری میاد، گرچه من کلا تمرین خودکار رو خیلی بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدید استفاده از ادواتی هست که برای تقویت عضلات فک و صورت طراحی شده. احتمالاً دیدین آدمایی رو که حالا به واسطه ضعیف بودن پنجه هاشون یا اصلا قوی کردن پنجه هاشون یه سری حلقه های پلاستیکی توی دستشون دارن که شروع میکنن این حلقه ها رو فشار دادن برای اینکه عضلات پنجهشون قوی بشه. یه همچین چیزی رو ما برای صورت هم داریم. یه تجهیزاتی هست که اتفاقا میتونید توی دیجیکالاب سرچ بکنید. اینا جنسشون پلاستیک خشک هستش و وقتی داخل دهنتون میذارید و شروع میکنید اینا رو میشه مثل آدامس جویدن و این فشاری که به عضلات فکتون میاد باعث تقویت عضلات فک و صورتتون میشه و از اینا میتونید استفاده کنید. تمرین بعدی
تمرین گاز زدن سیب فرضی هست. یعنی شما یک سیب رو تصور میکنید و شروع میکنید این سیب رو هوا گاز زدن به این شکل. این تمرین رو موقع انجام دادن خیلی مراقب باشید، چون ممکنه فشاری که به صورت شما میاره باعث اذیت شدن عضلات فک شما بشه. تمرین سیب بسیار بسیار تمرین خوبی هست، باعث میشه دامنه حرکتی عضلات فک و صورت شما بیشتر بشه و در صحبت کردن هاتون، در مکالمات روزمرتون دهانتون یک مقدار بیشتر باز بشه. و آخرین تمرینی که میخوام بهتون بگم تمرینی هست برای درگیر کردن کل عضلات صورتتون که باز بهتون میگم این تمرین رو توی جای خلوت انجام بدید. اول لب‌ها رو به سمت چپ و راست میبریم به این شکل. بالا و پایین. بعد عضلات صورتمون رو به صورت کامل منقبض میکنیم و به سمت جلو هدایت میکنیم به این شکل. این تمرین ها رو هر کدوم رو سعی کنید 1 دقیقه و بعد 30 ثانیه استراحت و 3 مرتبه انجام بدید. یعنی 1 دقیقه 30 ثانیه، 1 دقیقه 30 ثانیه، 1 دقیقه 30 ثانیه. و بهتون قول میدم بعد از 1 هفته 10 روز عضلات صورت شما خیلی تقویت شده و تفاوتش رو میتونید کامل ببینید، به شرط اینکه انجام بدین این تمرینات رو. خب امیدوارم اولین ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر براتون کاربردی بوده حتما برام کامنت بذارید، لایک کنید و ممنون میشم با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار از این چنل حمایت بکنید به صورت رایگان. و وقتی که اون زنگوله رو میزنید از این به بعد اگر ویدیوهای دیگه هم منتشر بشه میتونید ازش آگاه بشید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما برام کامنت بذارید، نظرتون رو بهم بگید تا من ببینم که به این مباحث علاقه‌مند هستید یا نه. برای ارتباط بیشترم میتونید به آدرس اینستاگرام ما مراجعه بکنید. آدرس اینستاگراممون هم این پایین هستش، اگر ببینید اینجا beachbad.ir وبسایتمون هم هست که مباحث تکمیلی رو اونجا قرار میدیم. امیدوارم اولین ویدیو براتون کاربردی بوده باشه و منتظر نظراتتون هستم. تا ویدیوی بعد، به امید دیدار.